لیست ها یکی از ساختارهای اصلی داده توی زبان پایتون که به کمک اونها شما میتونید مجموعه ای از عناصر رو در یک متغیر ذخیره کنید. لیست ها میتونن شامل اینها باشن: عدد صحیح، عدد اعشاری، استرینگ. خود لیست، داخل لیست میتونیم یک لیست دیگه قرار بدیم، یا دیکشنری ها، مجموعه ها، تاپل ها که در آینده باهاشون آشنا خواهیم شد. حالا میخوایم یک لیست از اعداد صحیح درست کنیم. یک متغیر به نام مای لیست ایجاد میکنیم، براکت باز براکت بسته، 1 2 3 4 رو داخلش قرار میدیم. این شد یک لیست از اعداد صحیح. همینطور میتونیم یک لیست از استرینگ ها یا رشته ها درست کنیم. به همون ترتیب براکت باز براکت بسته و داخل اون میتونیم چند تا استرینگ فرضاً اپل، اورنج و بنانا رو قرار بدیم. برای درست کردن یک لیست خالی کافیه یک براکت باز براکت بسته خالی بذارید. حالا یک لیست ترکیبی درست میکنیم. ترکیبی از عدد صحیح، استرینگ، عدد اعشاری و بولین. بولین منظور true false هستش که یک نوع دیتا تایپ توی پایتون به حساب میاد. جلوتر با بولین ها بیشتر آشنا خواهیم شد. حالا میخوایم متغیر اول لیست رو پرینت کنیم. شماره گذاری متغیرها داخل لیست از 0 شروع میشه و ما برای دسترسی به متغیر اول میبایست مای لیست براکت باز و بسته 0 رو قرار بدیم تا به متغیر اول دسترسی داشته باشیم. اونو پرینت میکنیم و نتیجه رو با هم میبینیم. متغیر اول مای لیست که 1 هست میبایست چاپ بشه. خب میبینیم که به درستی عدد 1 چاپ شد. پس حواسمون باشه شماره گذاری داخل لیست ها از 0 شروع میشه. حالا 1 میذاریم. میبینیم که متغیر دوم پرینت شد که عدد 2 بود. اگر که 2 بذاریم متغیر سوم که عدد 3 هست پرینت میشه. پس همیشه یه دونه عقبه. برای دسترسی به متغیر آخر یک لیست میتونیم از -1 استفاده کنیم. حالا متغیر اول و آخر رو پرینت میکنیم و نتیجه رو با هم میبینیم. میبینیم که به درستی 1 و 4 که متغیر اول و آخر مای لیست هستن پرینت شدن. این بخش رو منتقل میکنیم به بالا بعد از مای لیست. حالا میخوایم به اون لیست ترکیبیمون یک لیست دیگه هم اضافه کنیم. گفتیم که میتونیم داخل یک لیست دیگه هم قرار بدیم. حالا ما داخل این یه عدد صحیح، عدد اعشاری، استرینگ و یک لیست داریم. میخوایم اون لیست جدید که آخرین المان میکسد لیست هست رو پرینت کنیم. اگه از 0 بشماریم 0 1 2 3 4 لیست ما میشه المان 4. پس میایم پرینت میکنیم میکس لیست شماره 4.